بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. الله سبحانه وتعالى می فرماید: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای آنانی که ایمان آورده اید، از الله ترسید و نظر کنید به نفسهای خویش چی آماده کرد به روز فردا. الله به بندگانش امر کرد تا از او یگانه بترسیم. تقوا این ترس از خالق و ترس از آن ذاتی که تمام عالم را خلق کرده و نجات یافتن در نزد آن ذاتی که یگانه است، این تقوا است. با سبب تقوا این اصلاح شدن عمل انسان، زیرا که الله سبحانه و تعالی می فرماید: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ای آنانی که ایمان آورده اید به الله، تقوا کنید و سخن راست گویید که الله عملهای شما را نیز اصلاح کند و گناه شما را مغفرت خواهد کرد. انسان وقتی از پروردگار خود ترسید و الله تمام راه خیر و خوبی را نمایان خواهد کرد و الله از آن مکان رزق خواهد داد که انسان در انتظارش نبود. در آیتی خود که الله می فرماید: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله گفت: و کسی به الله تقوا داشت، برای آن بنده راهنما خواهد شد و به او رزق را نصیب می کند از آن جایی که انتظارش نبود. البته الله خالق تمام مخلوقات است. اگر انسان خواهد تا رزقش فراوان باشد و اگر خواهد که الله رزق آن انسان را زیاده کند از آن جایی که انتظارش نبود، پس تقوا را به قلب خود جای دهد. چه خیلی آیت را ذکر کردیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله گفت: و کسی به الله تقوا داشت، برای آن بنده راهنما خواهد شد و به او رزق را نصیب می کند از آن جایی که انتظارش نبود. و با سبب تقوا الله به انسان دو ثمرات برایش نصیب کند. و انسان علم خواهد داد تا حق را از باطل جدا کند و دوم گناه همان انسان را ستر پوش کند و گناه همان انسان را مغفرت کند. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. الله گفت: اگر شمایان بندگان تقوا دارید به الله، پس الله برای شما حق را از باطل جدا کردن را علم خواهد داد و گناه شما را مغفرت کند و گناه شما را ستر پوش خواهد کرد و الله صاحب فضل بزرگ است. و اینچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعای خود تقوا پرسان می کردند از پروردگار خود و چنانی در صحیح مسلم آمده است
که ابن مسعود رضی الله عنه گفتند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. پروردگارا از تو پرسان میکنم هدایت را و تقوا را، و العفاف از تو پرسان کنم دور شدن از آن چیزهایی که حرام کرده ای، و الغنى پرسان میکنم از آن مال و ثروتی تو. و این چنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا الله حیث ما کنت. از الله بیترسید در کجای نباشید و در کدام حال قرار نگیرید، زیرا تقوا این نجات از فتنه دنیا است و تقوا این در آخرت سبب داخل شدن به جنت است. و چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند برای امت خود تا تقوا را پیشوا گیرند. و در سنن ترمذی روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخران لحظه های حیاتشان در حج وداع گفتند اتقوا الله و صلوا خمسکم و صوموا شهرکم و ادوا زکات اموالکم و اطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند تقوا به الله کنید و 5 وقت نماز خود را برپا دارید و ماه رمضان را انجام دهید و زکات خود را ادا کنید و اطاعت امیران کنید و داخل شوید به جنت پروردگارتان. و این بود باب تقوا. و اینجا سخن را به انجام می دهیم. و صلی الله و سلم علی عبدك و نبیك محمد و علی آله و صحبه اجمعین.